صبح خیر خدمت دوستان و همراهان گرامی. کائنات یک پیام مهمی داره که من براتون به اشتراک میذارم. در ساعت 2:13 یا 13 دقیقه میخواهم به شما یادآوری کنم که اگرچه زمانها ممکن است چالش برانگیز باشند، اما هر تجربه اینجاست تا برای شما مفید باشد، شما را قوی تر کند. روزهای سخت شما رو به پایان است و یادتان باشد در این لحظات تنها نیستید. کائنات به شما کمک می کند و شما را به سوی سرنوشتتان راهنمایی و هدایت می نماید. مثبت بمانید، زیرا حتی اگر اکنون آن را نمی بینید، عظمتی را نشان می دهید که شما را به سطح بالاتری از وجود ارتقا می دهد. اگر این مطالب از نظر درونی با شما ارتباط برقرار کرد، برام پیام بذارید، نظرات و مخصوصا تجربیات مثبتتون رو در موردش بنویسید، ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. اینطوری این پیام به دست دوستانتون رو میرسه و این انرژی رو با اونها هم به اشتراک میذارید. به اصطلاح انگیزه‌ای برای به جلو رفتن به اونها هم میدید. سابسکرایب کردن من، فعال کردن زنگوله باعث میشه مطالب بعدی رو هم ببینید و اولین نفری باشین که میبینید و لذت میبرید. اگر این ویدیو رو دیدین به فال نیک بگیرین، چون این پیامی از سوی کائنات هست. از اینکه بخشی از جامعه ما هستید متشکرم و اگر به صورت گذری اومدین و اولین بار با ما روبرو میشین سپاسگزارم.